به اپیزود ویژه نوروز خوش اومدین. به طرز عجیبی در خرید لباس آنلاین ریسک پذیرم و اولین بسته عید رسید. بریم ما بازش کنیم. تقریبا 3 تا چیز آنلاین سفارش دادم و منتظرم که برسن. یه چیز دیگه هم سفارش دادم، اصلا لباس نیست ولی فعلا 3 تا لباس سفارش دادم. این کتمه که رسیده. رنگش چیزی که تو ویدیو داره دیده میشه نیستش ولی خب خوشحالم. بریم امتحانش کنیم. حالا درسته که در واقع به این شغاله شاید خیلی نیاد ولی همچین چیزی بذارید برم. یه همچین چیزیه و دوستش دارم. رنگش از چیزی که تو ویدیو داریم میبینی یه مقداری تیره تره ولی خوشگله. حالا منتظر باشیم بقیه لباس هم بیاد بعد بهتون همش رو با هم نشون. بسته دوم رسید. بریم ببینیم توش چیه. جایزه داره. چیه؟ جایزه از این کشو هم برام فرستاده. بچه ها دامنمو فرستاده بودن که چون اتو نداره و اینا بعدا 2 ست کامل بهتون نشون میدم. بدون از اینا هم فرستاده بودن. بعدم چرا بنفش تو رنگ بی ربطیه، کاش که یه رنگ دیگه بود ولی خب دارم خود از این امتحان کنم ببینم چه جوریه. و بسته سوم هم رسید بچه ها. بازش کنیم. جوراب شلواریمه که این هم رسید. یه بسته دیگه هم داشتم که لباس نبود، اون از این دفترچه و اینا بود ولی نمیدونم چرا نرسیده. اونو زودتر از بقیه هم سفارش داده بودم ولی 1-2 تا دفترچه سفارش دادم ولی نرسیده. نمیدونم چی شده. از سری کارهایی که قبل از شروع سال جدید انجام دادم و البته امسال تازه شروع کردم به انجام دادنش این بود که یه سررسید قدیمی رو برداشتم و توش یه سری سوال نوشتم و سعی کردم که یک جورنال بکنم و شروع کنم به در واقع نوشتن یه سری سوالا و جواب دادن بهشون راجع به سال جدید و راجع به سالی که در واقع گذشت. و 2 تا سوال آخرش در واقع این بود که کلا راجع به سالی که گذشت هرچی میخوام بنویسم و سال آخرش هم نامه‌ای برای سال جدید بود که پیشنهاد میکنم این کار رو حتما انجام بدین چون که کار جالبی بود و تصمیم دارم این کار رو از این به بعد هر سال انجام بدم و قبل از سال یه سری به سالهای گذشته‌شم بزنم. به نظرم جالبه این که آدم ببینه که در طول مدت چقدر فرق کرده، اولویتاش، ارزشاش، هدفاش یا چیا میخواسته بهش رسیده یا چیا میخواسته بهش نرسیده. و در کل اگر که دوست دارین که بدونین که این سوالایی که من جواب دادم چه سوالایی بود میتونین برام کامنت بذارین که از این سوالا هم یک ویدیو درست کنم. بچه‌ها سال نوتون خیلی 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 مبارک. امیدوارم خیلی اتفاقات خوب براتون بیفته. امیدوارم امسال بهترین سال زندگیتون باشه و کلی به همه آرزوهایی که دارین، به همه خواستهایی که دارین برسین و سال دیگه این موقع بگین که 1400 خیلی سال خوبی بود. من خیلی امیدوارم که خیلی اتفاقات خوبی بیفته. شما هم امیدوار باشین.
اتفاقات خوب میفته. امیدوارم به همه برنامه هاتون برسین. امیدوارم کنار کسایی باشین که خیلی دوستشون دارین و کنار اونا پیشرفت بکنین. حواستون به کسایی که کنارتون هستن باشه. آدمیزاد به نظر من به روابطشه که زنده است و مهمترین چیز زندگی آدم به نظرم روابطشه و عزیزانشن. پس مراقب خودتون و عزیزاتون خیلی خیلی باشین. ویدیو رو تموم نمی‌کنم، هنوز باید با من باشین، هنوز میخوام لباس عیدمو بهتون نشون بدم. بنابراین همین دیگه، با کلی آرزوی خوب امیدوارم که امسال بهترین سال زندگیتون باشه. خب نوبتی هم باشه، نوبت رفتن به مهمونیه. بنابراین برم لباسمو بپوشم. تینگ بالشتم اون وسط بود و this is the look. دیرم شده، باید برم. بای بای فعلا. شال بهتره یا با روسری؟ با شال راحت ترم. یکم راجع به 1403 حرف بزنیم و بعدش هم یه مروری بکنیم. میخوام یه سری از ویدیوها و کلا سال گذشته رو بیارم توی این ویدیو، یه سری قسمتاشو. برای من بچه‌ها سال 1403 سال عجیب غریبی بود. خیلی 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 زیاد چالش ها و سختیاش زیاد بود و حال بدم توش کم نبود واقعا. با اینکه خیلی امیدوار شروع کرده بودم، ولی مخصوصا توی نیمه دوم سال خیلی همه چیز به شکل مزخرفی پیش رفت، ولی در عین حال پر از درس بود و پر از واقعا یه عالمه چیزی یاد گرفتم و بعد از اینکه ماجراها تموم شد تازه فهمیدم که توی هر کدومشون من قرار بوده که چه چیزی یاد بگیرم و همه زندگی هم همینه ها. انگار مثلا همیشه یه سری اتفاقاتی میفته، بعد تو اون لحظه داغونی، حالت بده، نمیخوای بهش فکر کنی، همش میگی چرا من، چرا اینجوری شد، چرا واسه من این اتفاق افتاد اینا. ولی بعد از اینکه یکم فروکش میکنه اون هیجانات اولیه و یکم آدم بیشتر فکر میکنه، آدم بیشتر عمیق میشه، بیشتر از خودش سوال میپرسه که چرا، بعد میفهمه که مثلا لازم بوده که یه سری چیزا رو یاد بگیره. اینجا این اتفاق لازم بود بیفته برای اینکه تو فلان تلنگر رو بخوری و فلان تغییر رو درون خود ایجاد کنی یا اصلا متوجه فلان مسئله باشی. و بر من این اتفاق زیاد افتاد. ولی نکته جالبش واسم این بود که با وجود همه این اتفاقات و این بالا پایینا و اینا، با همون روش برنامه ریزی که بهتون گفتم و ویدیوهاشو درست کردم که اگر ندیدین حتما ببینین، ویدیو اولش لینکش توی دیسکریپشن هست، میتونین از اونجا ببینین. با همون روش برنامه ریزی تقریبا به 72% از هدفهایی که داشتم رسیدم و این خودش تقریبا 10% از سال پیش بیشتر بود و نسبت به چیزی که یعنی سال پیش ارزیابی کرده بودم. و خب این خیلی خوشحالم کرد که با وجود همه حال بدی ها و وجود همه بالا پایین ها، به هر حال همین که من تونستم 70% از کارمو انجام بدم خودش خیلی خوبه و یه جورایی باعث شد یه ذره به خودم افتخار کنم و البته به برنامه‌ریزی هم دوباره ایمان بیارم. یادتون نره اینو حتما بنویسید. نمیدونید توی نوشتن چه معجزه‌ای واقعا هستش و فرقی هم نمیکنه چه میخواد جورنال کردن باشه، چه میخواد نوشتن حرفای آدمش، نوشتن افکارت باشه، چه میخواد برنامه‌ریزی کردن باشه، ولی نوشتن واقعا معجزه میکنه. برای همین پیشنهاد میکنم هنوز که اول ساله، اگر که تا الان برنامه‌ریزی نکردین حتما برنامه‌ریزیتون رو انجام بدین. خواستم از ویدیوهایی که 4 تا ویدیو قبلی که گذاشتم کمک بگیرین. به هر حال خیلی خوشحالم کرد این قضیه که بعد حتی فهمیدم که توی کدوم مسائل، تو کدوم زمینه‌ها پیشرفت کردم نسبت به سال پیش، تو کدوم زمینه‌ها پسرفت کردم یا تو کدوم زمینه‌ها خیلی تفاوتی انگار حاصل نشده. در کل برای من سال عجیبی بود. برای شما چطوری بود؟ خیلی دلم میخواد بدونم که شما هم احساسات مشابه منو داشتین که من تنها نبودم، یا اینکه نه برای شما خیلی سال خیلی خوبی بوده یا کلی اتفاقات خوب براتون افتاده یا خدای نکرده اتفاقات بدتری افتاده. نمیدونم،
بهم بگین. به هر حال من خیلی خوشحال میشم که باهاتون حرف بزنم و باهاتون ارتباط داشته باشم. واقعا بهترین قسمت کلا ویدیو ساختن و تولید محتوا واقعا همینه که آدم ببینه که ریاکشن بقیه چیه، یا اینکه بتونه با یه سری آدم دیگه ارتباط برقرار کنه. همین دیگه، آرزوهامو کردم، گزارشام هم دادم، حرفام هم زدم. الان فقط میخوام که یه سری ویدیوهای دیگه در ادامه از سالی که گذشت کلا اگه دوست داشتین با هم همراه باشین و اونا رو ببینید. و همین دیگه، من همینجا ازتون خداحافظی میکنم. خیلی 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 دوستتون دارم. مراقب خودتون باشین تا ویدیوهای بعد. خداحافظ. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and where I'll go in life still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Way back a year ago. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day.